آتش نشانی هشدار داده که توی ایام آخر سال لطف کنین مواظب بچه‌هاتون باشین. کلا آدم باید مواظب بچه‌هاش باشه ها، ولی آتش نشانی گفته که بچه‌ها یه موقعی تو این ایام آخر سال مواد محترقه میخرن، ترقه و اینا، اینه که روشون نظارت بیشتری داشته باشیم. این گوشی چرا من به این گوشی آویزونم ظاهرا. عرض کنم خدمتتون که ببینید آتش نشانی هشدار داده، گفته مواظب بچه‌ها باشین که ترقه مرقه نداشته باشن. از این به بعد هیچ بچه‌ای حق نداره دستش تو جیبش، یقش، هر جای دیگه‌اش باشه. به خاطر این مواد محترقه رو میشه هر جای قایم کرد. کیف بچه رو بازرسی فنی میکنین، خود بچه رو هم بازجویی فنی کنین. هر وقت احساس کردین که بچه ممکنه به شما دروغ بگه، یه بازجویی فنیش بکنین. توی خیلی از جاها اتفاق میفته بازجویی فنی جوابم میده، یعنی اصلا یه چیزایی هم که شما توقع ندارین بهتون میگن وقتی بازجویی فنی میشن. هر سنی دیگه بچه داره دیگه حق نداره بره بیرون بازی کنه، جلو شما بشینه خاک بازیشو بکنه، دکتر بازیشو بکنه، بعدم با کبریت ور نره. تو دستشویی بچه دیگه حق نداره زیاد بمونه، بره اونجا چیزی بهتره کنه، ترقه چیزی چه میدونم به بخاری کاری نداشته باشه. اگه هر صدای اضافی بچه داد به دید مواد محترقه بچه رو بازجویی کنید، هر صدایی داد. به نظر من خیلی موضوع مهمی آخر سال، دم چهارشنبه آخر سال اینا هر فیلمی نذاریم بچه ببینه. فردا براش فقط سریال خانوادگی بذاریم ببینه. عاشق هم شد فقط ترقه نترکونه، بدتر از چیز که نیست که ترقه ترکوندن. اینه که اگر در واقع لازم میدونین روی بابای بچه هم مادرها این نظارت رو داشته باشن، چون باباه ترقه از بچه میگیره میره خودش با رفیقاش میترکونه. آتش نشانی متاسفانه اینو نگفته. بعدم این که آیا به نظر ما بهتر نیست که آیین نامه این مواد محترقه رو اعلام بکنن، یه اطلاع رسانی بکنن؟ یه موقع بچه کیسه فریزر باد کرد ترکوند، بعد شما میگیری میزنیش میگی مواد محترقه بود. چه میدونم آدامسشو باد کرد ترکوند، شما کتکش میزنی. آیا هر صدایی که بیاد جزو در واقع مواد محترقه است، یا بقیه صداها رو بقیه دستگاه‌ها باید روش نظارت بکنن؟ اصلا چرا همه با آتش نشانی میگن که اعلام کنه؟ خب این همه صدا قرار در واقع یه موقعی در بیاد از بچه، خب آتش نشانی که بعد از ترکیدن بچه بلندش بیاد. بقیه دستگاه اگه روشون نمیشه بگن که خب همه صداها رو که نمیتونه آتش نشانی مدیریت بکنه. به نظر من کلا راجع به صداهای اعلام نظری بکنین، بد نیست.